درباره یکی از آن به نام ملاهای بیسواد که به دام حکومتی ها افتاد معلومات دارم. روز یک کارمند امنیت یا کد با لباسهای غیر رسمی به نظرش آمد. از او درباره حلال این پرسید. بعد آن شخص ظاهرا ملا میگوید که اگر یک نفر زنش را طلاق داد تو او را حلال نکند با او زندگی کردن برایش حرام است. حلال یک امر اصل حرام است و هر که این عمل را انجام دهد لعنت شده است. حلاله یعنی زنی طلاق شده را با کسی دیگر نکاح میکند. اون مرد با اون زن خب همین خیلی او را طلاق میدهد. سپس به شوهر اولش نکاح کرده میدهد. متاسفانه در بعضی مناطق نفران بیسواد این کارو میکنند. بعد این کارمند دولت با ملا میگوید که من یک آدمی با ابرو هستم و زنم را طلاق دادم و نمیخوام که اوضاع شود. تو ملا آدم ببرینا که با تو زنم را نکاح میکنم. بعد تو طلاق داده و خودی من نکاح میکنی. ملا راضی نمیشود. با او تا کشتن تهدید میکنند. خلاصه ملاها را با خانه اجرا شده برده با یک زنی بیرحم نکاح کرده آنها را در نوار میگیرند و آن نوار را همچون ملای شهوتران در شبکه‌ها پخش میکنند. دیگر حادثه هایش نیز به همین مانند. آنجا آن باز میگوید که اسلام به حزب نیاز ندارد. باور دارم که او چی گفتنی خودش را نفهمیده است و شعار از بالا گرفته اش را در میان گذاشته است. بله، آن نوارهایی که برای ملاها ثبت میکنند یعنی که در اصل درست است. یعنی چند نفری هم که من این مسئله را خواستم پرسیدم که برای چی تو به اون زن یعنی که این کار انجام دادی، گفت که برای من اومد. آخه گفتم میفهمی که از دیدگاه شرع یعنی که حلاله در شریعت اسلام اجازه نیست. یعنی که زن مرد زنش طلاق کرد یعنی که او چگونه یعنی که با او یعنی که ازدواج میکنه. وقتی که مرد زنش سه طلاق کرد در حالت سه طلاق کردن باید که اون عده پویا عدهش معین است که یعنی که پس از 3 طهر است. وقتی که 3 طهر تمام شد پس از اون اگر اون شوهر کرد شوهر با خواهش خودش باشه باید بکنه. این یعنی که یک کاری نباشه که حد یعنی که درست کردگی باشه بعد از او طلاق کرد بعد او باید با 3 طهر دیگه باشد بعد او میتونه ازدواجش کنه. و اگر این ساخته شده باشه یعنی که ملعونه محلل له را رسول اکرم یعنی که لعنت کرده است. و همون خاطر یعنی که ولی اینها امنیتی ها میدونن که همین کار را میتونن انجام داده اومدن زن گویا زنی خود نگفته از زنه که فحشه را میرن امتری میکنن پس نماد میکنن بعد برای یعنی که تحقیر کردن علمای دین همین کار را انجام میدن.